آشپلو خوردی؟ نه متاسفانه، خیلی هم گشنمه. یه خبر خوشمزه داریم. برای اولین بار در شهر خوجند مرکز استان سغد تاجیکستان جشنواره آشپلو برگزار شده. بهترین آشپزها از سراسر این ولایت هنرشون رو در تهیه این غذا به نمایش گذاشتن. تاجیکستان فرهنگ تهیه آشپلو را برای ثبت در فهرست میراث معنوی یونسکو پیشنهاد کرده. خبرنگار ما سهراب ضیا از جشنواره خوشمزه آشپلو از شهر خوجند گزارش می‌دهد. این بار باغ تازه بنیاد کمال خوجندی محلی رقابتی آشپزها بود، نه شاعران. بهترین آشپزها از همه شهرها و نواحی استان سغد در این باغ گردی هم آمدند تا هنر و استعداد خود را در تهیه آش پلو به نمایش بگذارند. اینجا در 40 دک 40 نوع آش پلو آماده میکنند. برنج، هویج به قول تاجیکا سبزی، پیاز، گوشت، روغن و ادویه‌جات از مواد ضروری برای تهیه آش پلو است. اما هر کدام از این طباخ‌ها با توجه به تجربه شخصیشان با سبک و شیوه‌های به خود خاص دارند آش پلو آماده می‌کنند. جشنواره از بخش‌های گوناگون عبارت بود. سن و سال آشپزها هم متفاوت بود. از خوردیم آش پلو را بسیار دوست می‌دارم. مادرم که هرگاه آش پلو می‌پختم من نگاه می‌کردم، الکی از سن 14 سالگی آش پلو پزی را سر کرده بودم و تا حال این را ادامه می‌دهم. دعوت کردند که از شما خاطر ماند یک تا آش پخته چید گفتن همون با ما ترکی میلش من پخته می‌تیم. سن و سالم اخیر برفته موند. من 81 اندم. اعضای هیئت داوران از آش‌های پلو آماده شده چاشنی گرفتند و بهترین آش پلو و آشپز را مشخص کردند. یکی از بخش‌های جالب جشنواره مسابقه آشخوری بهترین بود. در این مسابقه تنها مردان شرکت کردند. وزارت فرهنگ تاجیکستان به یونسکو پیشنهاد داده تا فرهنگ تهیه آش پلو را در فهرست میراث معنوی در بخش غذاها و سنت‌های ملی به ثبت برساند. دلشاد رحیمی رهبر گروه کاری تهیه مدارک آش پلو برای یونسکو است. میگوید در تاجیکستان نزدیک 300 نوع این غذا موجود است، ولی آنها تنها چند نمونه را به یونسکو پیشنهاد کردند. در همه جشن‌ها، در نشست‌ها، گرد همایی‌ها، در مراسم‌های عزاداری، شادی و حتی در جشن زادروزها حتما آش پلو تهیه می‌شود. خیلی که مردم میگویند آش نیست، آشنایی نیست. آشنایی مرتب از آش است. یا جای دیگر باوری هست که میگویند آش کسی را خوردی باید تا 40 سال حق نمک آن را اندیشه کنی. همین طریق جنبه‌های فرهنگی و اجتماعی آش را ما به نظر گرفته در این پرونده آش پلو ما درج کردیم. برگزاری جشنواره آش پلو در خوجند تلاش دیگر برای معرفی آن به جهانیان همچون غذای ملی تاجیک ها است. پختن انواع از پلو در ازبکستان و ترکمنستان و ایران و افغانستان و هند هم معمول است، البته با تفاوت های محلی. حالا ازبکستان هم از یونسکو خواسته فرهنگ تهیه آش پلو را به عنوان میراث معنوی این کشور ثبت کند. تا زمان تصمیم گیری یونسکو در این مورد هنوز وقت است، اما آشپزهای سغد با هنر و مهارتشان در تهیه این غذا نشان دادند که سنت پختن آش پلو در رگ و پیوند این مردم همیشه بوده، هست و باقی خواهد ماند. سهراب ضیا، BBC، شهر خوجند.